درود تماشابینان گرامی، برنامه حماسه ملی را آغاز میکنیم. بناهای آباد گردد خراب، زیباران از تابش آفتاب. پیافکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بر این نامه بر عمرها بگذرد، بخواند هر آن کس که دارد خرد. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. بس رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. تماشابینان گرامی، با همین مصرع‌های پرشکوه با صلابت فردوسی برنامه را آغاز میکنیم. چنانه که گفته بودیم در برنامه گذشته ما درباره تا پیدا شدن هنرهای زیاد از قبیل با کان، زر و سیم، با در و گوهر کار کردن را با مردم آموخت، دیوار کردن را با مردم آموخت، قصر و کشک ساختن را و آمد تا پزشکی و طبابت و علم طب را با مردم آموخت. بعد از آن تخت ساخت که او تخت به آسمان پرواز میکرد. این روز روزی نوروز بود، بنیاد نهادن جشنی بزرگی نوروز در دور همین پادشاهی شاه جمشید بود و تا آمدیم که روگردان از یزدان و فر ایزدی از او بریده شد و باز توبه کرد، پوزش کرد، عذرخواهی کرد و در همین جا داستانی شاه جمشید تمام می شود و از این پس داستانی ضحاک ماران سر می شود. نخست فردوسی داستان می آورد درباره پدری ضحاک. پدری ضحاک مرداس نام داشت و این مرداس در شاهنامه چنین تصویر یافته است. یک مرد بودند در آن روزگار، ز دشتی سوارانی نیزه گراز. گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد، ز ترسی جهاندار با بادی سرد. که مرداس نامی گرانمایه بود، بداد و دهیش برترین پایه بود. مرو رازی دوشیدنی چار پای، ز هر 1000 آمدندی بجای. بز و اشتر و میش را همچنین، بدوشندگان داده بود پاک دین. همان گاوی دوش را با فرمانبری، همان تازی اسپان همه گوهری. بشیر آن کسی را که بودی نیاز، بدان خواسته دست بردی فراز. پسر بود مران پاک دین را یکی، کش از مهر بهره نبود اندکی. در همین ابتدای داستان درباره مرداس میگوید و مرداس را میگوید که بسیار مردی پاک دین بود، مردی یزدان پرست بود و هنرهای زیادی با مردم آموخت. مخصوصا اشاره میکند به صنعتی همین چارواداری که از همین چارواداری او به شیردوشی و دیگر چیزا مردم را دستیاب میگرداند. بشیر آن کسی را که بودی نیاز، و دان خواسته دست بردی فراز. یعنی آنهایی که مثلا میخواستند اگر که از شیر همین حیوانات استعمال کنند، مرداس پاکدین اجازت میداد. از همینجا درباره پسرش اکنون سر می شود. پسر او ضحاک نام داشت. من میگویم که ضحاک را نام دیگرش بیوراسپ بود. میگوید فردوسی که کجا بیور از پهلوانی شمار بود در زبان دری 10,000. یعنی میگوید بیوراسپ 10,000 اسب داشت. همین ضحاک 10,000 اسب داشت، نامش بیوراسپ بود. با اسب ساختن نامی شخصان بزرگ مثل زراسپ و شهراسپ و دیگرها رسم بود و بیوراسپ یکی از همونا است. چون این نام بر پهلویان در زبان پهلوی میگه بیوراسپ پهلوانی دارای 50,000 اسب بود میگه. یعنی همین نام بیوراسپ معنایش شخصی که پهلوانی که دارای 10,000 اسب است. ضحاک در اوستا واژه اژدهک است، یعنی اژدها بر دوش. نامش همین است، اما چنانی که میبینیم نامش بیوراسپ بود است در ابتدا و اژدهک شاید لقبش در آینده باشد که هم کردار بدی و هم پادشاه ظلم و تاریکی را ifade میکند. از اسپان تازی بزرین ستام، ورا بود بیور که بردند نام. شب و روز بودید و بهره بزین، ز راه بزرگی نه از راه کین. چنان بود که ابلیس روز پگاه،
بیامد بسان یک نیک خواه، دلی مهتر از راه نیکی ببرد. جوان گوش گفتار او را سپرد، همانا خوش آمدش گفتار اوی. نبود آگه از زیشت کردار اوی، بدو داد هوش و دل و جان پاک. براگند بر تارک خیش خاک. چو ابلیس دید آن کو دل بباد، برافکند از آن گشت بسیار شاد. فراوان سخن گفت زیبا و نغز، جوان را زیدانش تهی بود مغز. دقت دهید، میگه ضحاک بسیار از دانش مغزش تهی بود. داده میشه و همین گونه با گفت ابلیس، با گفت اهریمن، همین بیورسب داده می شود و از پی او می رود. همه گفت دارم سخنها بسه، که آن را جز از من نداند کسه. جهان گفت برگوی و چندین مپای، بیاموز ما را تو ای نیک رای. فکر کرد که همین آدمی نیک است، دانشمند است و گفت بگو. بدو گفت پیمان خواهم نخست، پس آنگه سخن برگشایم درست. جوان نیک دل گشت و فرمانش کرد، چنان چون بفرمود سوگند خورد. که رازی تو با کس نگویم زبون، زی تو بشنوم هرچی گویی سخن. بدو گفت جز تو کسی کد خدای، چی باید همه با تو اندر سرای. مثل تو پادشاه میگه در دنیا نیست، میگه تو باید پادشاه باشی نه پدرت، از راه میزند او را. چی باید پدر کش پسر چون تو بود، یکی پندت از من بباید شنود. زمانه بدین خواجه سال خورد، همه دیر ماند تو اندر نورد. بگیر این سری مایه درگاه اوی، تو را زیبد در جهان جاه اوی. گر این گفته ای من تو آری بجای، جهان را تو باشی یکی کد خدای. چو ضحاک بشنید اندیشه کرد، زخونی پدر شد دلش پر ز درد. به ابلیس گفت این سزاوار نیست، دیگر گوی که نزدری کار نیست. بدو گفت اگر بگذری زین سخن، بتابی ز سوگند و پیمان من. بماند بگردند سوگند بند، شوی خوار و ماند پدر ترجمند. سری مردی تازی بدام آورید، چنان شد که فرمان او برگزید. انا همینجا اشاره با قوم و قبیله ضحاک میکند. سری مردی تازی بدام آورید، یعنی مردی تازی کی است؟ همین ضحاک است. ایرا میگوید سرش را بدام آورد، چنان شد که فرمان او برگزید. یعنی در همین داستان ضحاک در آغازش اشاره به قوم مرداس پدری اونا میکند، اما اشاره به کی میکند؟ به ضحاک میکند که این مردی تازی است میگوید. یعنی در از همینجا ما آگاه میشیم که گپ درباره پادشاهان تازی میرود، زیرا که اینها آینده تخت ایران را به دست میارند. بعد را با ترس میدهد که اگر از بند پیمان من بگذری تو را در گردنت سوگند بند میماند. خلاصه یک جوان ناآگاه به دانش از راه میبرد. سری مردی تازی بدام آورید، چنان شد که فرمان او برگزید. بپرسید این چاره با من بگوی، نتابم ز روی تو من هیچ روی. بدو گو من چاره سازم تو را، به خورشید سر برفرازم تو را. تو در کار خاموش می باش و بس، نباید مرا یاری از هیچ کس. چنان چون بباید بسازم تمام، تو تیغ سخن برمکش از نیام. مرا پادشاه را در اندر سرای، یکی بوستان بود بس دلگشای. گرانمایه شبگیر برخاستی، ز بهر پرستیش بیاراستی. سر و تن بشستی نهفته به باغ، پرستنده با او نبردی چراغ. بر آن رای واژونه دیوی نژند، یکی ژرف چاه بره بر بکند. در راه مرداس که شب برای عبادت میخست، پرستیش میخست و میرفت، در راهش یک چاه کند میگدم این ابلیس. پس ابلیسی واژونه این ژرف چاه، به خاشاک پوشید و بسترد راه. شب آمد سوی باغ بنهاد روی، سری تازیان مهتری نامجوی. انا اینجا اشاره میکند که سروری تازیان عرب ها مهتری نامجوی به طرف باغ میرود مرداس. چون آمد به نزدیک آن ژرف چاه، یکایک نگون شد سری بخت شاه. به چاه اندر افتاد و بشکست پست، شد آن نیکدل مردی یزدان پرست. در همین جا یعنی پدرش را گویا که ضحاک میکشد. به هر نیک و بد شاهی آزاد و مرد، با فرزند بر نازده بادی سرد. همه پروریدش بناز و برنج، بدو بود شاد و بدو داد گنج. چنان بدکنی شوخ فرزند اوی، نجست از ره شرم پیوند اوی. بخونی پدر گشت هم داستان،
زیدانا شنیدستم این داستان. به خون پدر گشت، یعنی همراهی میکند با ابلیس برای کشتن پدرش. ضحاک پدرکش است که فرزندی بد گر بود نره شیر، و خونی پدر هم نباشد دلیر. مگر در نهانش سخن دیگر است، پژوهنده را راز با مادر است. فرومایه ضحاک بیدادگر، بدین چاره بگرفت گاهی پدر. به سر برنهاد افسری تازیان، بر ایشان ببخشید سود و زیان. چو ابلیس پیوسته دید آن سخن، یک بند دیگر نوافکند بون. ابلیس دید که بعد گپی او میکند، باز یک حله دیگر یا بند دیگر تشکیل میکند در راه ضحاک پدرکش، ضحاک بیدادگر، ضحاک فرومایه پست. بدو گفت گر سوی من تافتی، زیگیتی همه کام دل یافتی. دیدی میگه گفی مرا گرفتی، جای پدر تا گرفتی پادشاهی یافتی. اگر همچنین نیز پیمان کنی، نه پیچیزی گفتار و فرمان کنی. جهان سر به سر پادشاهی تراست، دد و مردم و مرغ و ماهی تراست. چین کرده شد سازی دیگر گرفت، یکی چاره کرد از شگفتان شگفت. یعنی یک چاره کرد که حیرت بر بالای حیرت شد. دوستان عزیز، مختصر درباره این داستان مرداس میگویم. داستان مرداس که او را به دست ضحاک کشته شد و ابلیس او را از راه برد و خالیگری کردن، یعنی طعامپزی و طباخی کردن را خود را بلد گرفت و گویا که در از روی نقل فردوسی ابلیس او را خوراک زیاد داد به ضحاک و از دو شانه ضحاک بوسه کرد که از آنجا دو مار رستند. اساساً مردم میگوید که این گونه مارها وجود داشت، اما خودی که در درونی در طبع ضحاک بدی بود، برای همین فردوسی او را همین گونه میآفرد که اژدهک، یعنی اژدها بر دوش، و این نام ضحاک موندنش اشاره به عرب بودنش است. ضحاک کلمه عربی است از یضحک، یعنی خندیدن، و ضحاک معنایش خندان است. یعنی اصول دارد فردوسی که پادشاه اجنبی را با نام خودش تصویر میکنه، یعنی عربی میکنه نامی را، حالانکه در تاریخ نامه ها وای اژدها بردوش است، اژدهک است. و اژدهک ضحاک کردن فردوسی بیهوده به سبب نیست. از همین کتفانش دو مار میرسد، میبراید و هجوم میکند به سر خودی ضحاک. باز این اهریمن میگوید که برای اینها را آرام کردن مغز سری جوانان را باید که ای بخیرد تا آرام بگیرد مار. و همین گونه شاه ظالم فرمان میدهد که هر روز 2 نفر را بیارند و طعام ماران او کنند. و این اشاره است به هجوم ضحاک، هجوم بدی، هجوم اهریمن به چی؟ به دانش، به مغز انسان، به خیرد انسانی، به عقل انسانی. هم هجوم به خیرد است و هم به هجوم به دانش است. یعنی بیهوده نیست داستانی ضحاکی. برای تمام آیندگان، برای تمام دور زمان ها این داستان ضحاک تربیه است، داستانی تربیوی است که مردم بدانید که همیشه دشمن در کمین است و هر لحظه میتواند که باز برای مثل ضحاک برای کار بیاید. از این گونه شخصان باید پرحذر بود، با حذر باید بود. پادشاهی ضحاک از همین جا آغاز می شود و ضحاک ماران نیز یک دوره بسا ننگین، دوره بدی مردم ایران زمین است که به همین محض بعد پادشاه پنجم یعنی شاه جمشید پادشاهی ضحاک عرب سر می شود. این هم با پیشدادیان داخل می شود و بعد که 1000 سال پادشاهی میکند و فریدون می آید، این هم پادشاهی سلسله پیشدادیان ادامه می یابد. تا برنامه بعدی ما با شما خیر خوش میکنیم. روح فردوسی بزرگ مددگار هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.